بچه‌های چندم ماهی نمیدونم اینا دیده ماهی را از درمی حوض سرش میتیم اینا جرو حرکت کنی نفرستی ساز شو بیا تدیگش برا ده سه چورتا یک ده سه یا تیگش گریخ رفت بگریز یک یا تدیگرش جای یا تدیگرش هم جیست داگی نگاه دارا که میترس نمیش که بگریزه حرکت که یا جنبید برا جورا یادت بخیر سیخش کنیم بگریزه برا هی همه خیلی گاز میگیری نه بچه‌ها 30 تاشی 40 تاشی چند تا ماهیشی حساب نکردیم برای آرزوی دیرینه ما که یک حوض ماهی تشکیل کنیم حوض ماهی را برادرها در همینجا تشکیل کردنیم کمبودی حوض نبودن کسلروده کمبودی کسلرود با همین خاطر در اینجا ماهی نمیزیه زنده نمیمونه ماهی که سر میتیم بعضش زنده میمونن اوشم عادت میگیره ای بیرون نفس کشیره وقتی که عادت گرفت ای بیرون نفس کشیره اومدیم چند بار تماشا کردیم دیدیم که ماهی ها میبروین بیرون میدروین ای بیرون نفس میکشه کل ماهی ای بیرون نفس نمیکشه ماهی کلنا تماشا دارم در جای ماهی پرسولا یک تموندگی ای سال گذشته امسال خیلی سر دادیم کل ماهی ای بیرون نفس کشیده نمیتونه او در دهنش میکشه با ژبوش با گوشش میبره فیلتر میکنه کسلرود اکسیژن نفس میگیره بعضی ماهی هستن میبرن ای بیرون نفس میکشن ما برادران میتونستیم که ماهی را ای پایون بخریم خیلی مقصد هست شاید هم بخریم ای پایون نکی امسال هم میگرفتیم با او خاطر نگرفتیم که دستگاهی کسلرود تامین میکردگی من ناومده است او بیایه برادرها دستگاهی تامین میکردگی کسلرود ناومده است زکاس کردیم یکم قیمتتر بعد دیرتر باید توجیهتون زکاس نکردیم باید رسیه را زکاس که من اختیار به رسیه را رسیه باید بیجرش میرم یکم دیرتر میرسه با همون خاطر ماهیچه نگرفتیم و ماهیچه پایونه بازم با این خاطر نگرفتیم که مزه ماهی پایون ای ماهی مو فرق منه ماهی جب ای وقتی که دریا میگیری به حد مزه گل ماهی خودش با مزه ای خوردنش سیر نمیکنی و همین خاطر حرکت دارم که چی میشه زیادتر ای همین دریا بگیریم در حوض سرتیم ای همینجا زیاد شوه یکی دیدیم اگر کمتر باشه دستگاه ما اومد صنف کش کردیم همه تیار ماهی کمتر پیدا کردیم میریم ای جو بای پوینو میخریم ای وحدت دست یوان دست از دیگر جام هست میریم اینجا میخریم ماهیچه رو میاریم سر میتیم هم خیلی برادر باز پوینتر یک حوض دیگر هم ساختنیم که گل ماهی چلی که میدونی خیش نیکای گل ماهی خیش نیکای تخمش میخره ماهی بچهش میخره انا با همین خاطر پوینتر یک حوض دیگر کردنیم میگیم که اگر ماهی بچه کرد جیداش بکنیم باز در حوض دیگری این ماهیچه کلان شدن گیرن یک بار که بچه کرد دیگه ماهی فراوان میشوه مشکل مو کم میشوه دیگه پای ماهیچه نمیگردیم بعد وقتی که شما اومدی سیرگشت اینجا میشینی در همین سر حوض در همین بلندی یک گل ماهی بریان میزنی
فراموش نشدنی میشود. اینم خیلی برادر عزیز درست شد برصدیست است. نصیب امروز گفتیم که یک قدی در بریم بالا بردیم که تمام فایده نداشت، دور نمیبینی، قریبی را میبینی. برای هم اگر بینیم بگه کمتر هوا روشن کنه بچه ها بگه میریم برصدگی همه چی خمیدگی هم انشالله یکون چی میبینیم. خیلی برادر عزیز حضر تماشا کنی یک بار دیگر ما جرشیم بریم. یک ماهی بوز بالای بچه ها دیدگیشه، یک سال گذشته موندگی را ندیدیم. حاضر برف برده است نمیبینی، شاید در جای استراحت داره. انا حوض همین قای ما میخوایم که همین حوض دم بدازیم، یکون یکنی متریگه بلند میشه، باز زیادتر میشه. زیادتر کشید اگر یک آواکیگه بیاییم اگر جو خوب میشه ده. او کمتر موش اگر همجا پیدا شود اشلنگ بریش شرشرش که از اونی هیچ دیگه در کار نیست. کلاروس خودش وقت پیدا میشه. حوض دروزیش اگر ایجا حساب کنیم با اجرا یکون 70-80 متره، 60 متره حساب کنیم. پایمش 20 متر زیاده. اینجاش 1 متر همین خش یکون 1 متر چقره. یشم همین خیل این طرف 1 متر چقره زیادتر. انا این مباینش به حد چقره کی نمیدونم، ممکن 6-7 متر بود چقره باشه. که پشتن تماشا کنیم یکون آوازی کاو نیست، آوازی روباه نیست، هیچی نیست. فقط چر میگن شیخ اویشو میگن همینا چر میگردن تمام.